به بدگویان گمان زنها دل نسپارید. بدانید که ما را خداوند حفظ می کند و پیروز می دارد. به کار خدا شک دارید؟ نگذارید حسودان و منفی گویان ناامیدتان کنند. روز اول قیام را به یاد آورید تا قدرت خداوند را سراسر محمدش را پوشانده دست کم نگیرید. برخیزید و تلاش با جان و دل کنید تا لحظه دیدارمان را نزدیک کنید. به خودتان باور، به خدایمان اعتماد، به قیام سپید اعتقاد داشته باشید. تحت تأثیر طمع، فریب، دروغ و دلسردی قرار نگیرید. جوان مرد بمانید و خودی حتی خود مرا نفروشید. ای جوان مردان، خواسته ای دارم. از آبان 1400 تا بعدش دسیسه و خطرات و حیله ها بیش از پیش از هر طرف بر ما وارد می شود. نامردی که از ما بعد ما پشت ما بدگویی می کند، حرفش را همان نامردان باور دارند و می خرند. یعنی نامرد حرف نامرد را قبول می کند، مرد حرف مرد را. مرد باشید و حرفم بشنوید که بعد ما این دنیا ارزش ماندن حتی 1 ساعت را نخواهد داشت. مردان 14 آبان می آیند و در کنار مردان می جنگند و جاودان می مانند. نامردان در کنار نامردان با دشمنان و با سکوتشان تماشایمان می کنند. اگر امروز ترسشان را در رسانه‌های حتی مخالف بر من بروز نمی‌دهند، می‌دانند اخبار کذبشان هم بر علیه من باعث محبوبیتم می‌شود. تلاش می‌کنند در سکوت مرا از بین ببرند، چون نمی‌توانند مجبورند به وقت سراسری شدن قیام با اخبار تخریبی ساده باوران را فریب دهند.